در جهان معاصر یکی از خطرهای جدی به دولتداری ملی افراطگرایی محسوب یافته، این ظهورات باعث ضعیف گردیدن اساسهای مفکوروی جامعه می‌گردد. در ارتباط با این موضوع در تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوف شهرباختر تحت عنوان افراطگرایی دینی و راه عملی پیشگیری آن در محل کنفرانسی علمی عملی برگزار گردیده مسائل پیشگیری افراطگرایی بین جوانان در شرایط معاصر از جانب کارشناسان مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده شد. گزارش در این خصوص. در کنفرانس علمی عملی رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، نماینده مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کارشناسان ساحه، معاونان ساحوی، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، مدیران بخش‌های دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و امام خطیبان مسجدهای جامعه شرکت کردند. کنفرانس علمی عملی را معاون رئیس ولایت ختلان حسن آغاز بخشیده ابراز نمود که کنفرانس مذکور در زمینه تطبیق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با اکستریمیسم، درباره مقاومت با تروریسم، استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 برگزار گردیده ایستاده است. ابراز گردید که پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن پیام نوبتیشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان افراطگرایی را از پدیده خطرناک اجتماعی ارزیابی داشتند. از جانب پیشوای ملت تاکید گردید که در شرایط وسعت پیدا نمودن روندهای جهانی شوی، تغییرپذیری نظام سیاسی جهان، مسلح شوی با شتاب، ضعیفگردی معیارهای حقوقی بین المللی، احترام نگذاشتن به استقلالیت و تمامیت ارضی دولت‌های ملی، خوف و خطرها به پایداری دولت ملی زیادند. یکی از عامل و سبب‌هایی که امروز بعضی جوانانی که دست به جنایت و جنایتکاری میزنند و یا که افراطگرا میشوند، سبب در همین جاهلی و نادانی و یعنی که سبب در از کتابخوانی دور ماندن بعضی جوانان ما و شما است که امروزها متاسفانه میبینیم که بعضی جوانانی که با واسطه شبکه‌های اینترنتی به هر حزب و حرکت‌ها شامل میشوند، در صورتی که علم کافی نه دینی دارند نه دنیوی دارند، سبب کم دانش بودنشان، کم سواد بودنشان سبب می شود که امروز به هر حزب و حرکت ها شامل می شوند. پس همین است امروز ما را می باید و می سازد که فرزندهای خود چی در خاندان و چی در جامعه تعلیم و تربیت درست کرده حس وطن دوستی اونها را بلند برداریم تا که حس وطن دوستیشون از همه دیگر حس‌های بلندتر باشد. در ادامه این همایش کارشناسان ساحه برآمد نموده اصرار داشتند که در وضعیت حساس سیاسی کشور ما را محض وحدت ملی همچون عامل رشد آینده و حفظ استقلالیت دولتی به وجود آورده با راهبری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاجیکستان به امن‌ترین و باثبات‌ترین دولت منطقه تبدیل یافته است. اگر علم دنیوی داشته باشیم حتما برای پیشرفت این جامعه این سرزمین مون حصه انجام میدیم یا حصه گذاشته میتوانیم و هر آینه اگر دنیای ما آباد نباشد، دنیای ما تنج صلح و ثبات نباشد، خاطر جمعی برقرار نباشد، البته که ما نه عائله سالم بنیاد کرده میتوانیم، نه تعلیم و تربیت فرزند درست به انجام میرسانیم، نه برای قیامت ما یگان عملی را ذخیره کرده میتونیم که باعث آبادی قیامت ما قرار بگیرد. از این لحاظ بسیار خواهش میکردم از همون پدر و مادری که امروز ما را میشنوند یا که میبینند حتما در تعلیم و تربیت فرزند به توجه نباشند، به خاطری که آینده این ملت، آینده این سرزمین، آینده این وطن همه در دست جوانان ما، جوانان این ملت قرار دارد. پس همین است اگر ما تا زمانی که جوانان این ملت از صاحب علم و صاحب علم اگر قرار ندهیم و حسی وطن دوستیشون را بلند نبرداریم، البته که ما به یگان پیشروی ها نائل نمیگردیم. تفریق اندازی و ضدیت برانگیزی که افراطگرایی اعتقادی به وجود آورده میتواند قدرت شکست زمینه‌های استوار مناسبت‌های جمعیتی را صاحب است. همزمان ضمن کنفرانس بیان گردید که تشکیل مقاومت اطلاعاتی و تبلیغاتی به تروریسم، معرفی و شناسانیدن وسیله اصول‌هایی که با یاری آنها تروریستان غایه و عقیده‌های خود را تبلیغ می‌نمایند، تشکل دادن روحیه ضد تروریستی در جامعه، متحدسازی کوشش‌های مقامات دولتی که با تروریسم مقاومت می‌کنند و نهادهای جامعه شهروندی
کارمندی در پیشگیری تروریسم، محدود کردن زمینه اجتماعی دستگیری تروریسم، منع و یا محدود نمودن دسترسی به مواد خصوصیت اکستریمیستی داشته به صفت وسیله‌های شناخته می‌شوند که می‌توانند در مقاومت به افراطگرایی و تروریسم تاثیر مثبت داشته باشند. در کنفرانس راه‌اندازی این ملاقات را در شرایط امروزه سریع و ضروری ارزیابی نموده ابراز داشتند که جهت به راه ماندن نقشه چاره‌بینی‌ها در سمت تربیت و تندرستی جوانان می‌باید پیوسته چنین اقدام‌های ضروری را راه‌اندازی نماییم.